سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. داریان هستم و با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز ربات جدید آوردم و میخوام بهت یاد بدم که چطوری از طریق این ربات سود بگیری. خب بچه‌ها بریم سراغ آموزش ربات. امروز میخوام با حدود 15,000 تومان موجودی، البته 10,000 تومان گذاشتم و اون 10,000 تومنمو تقریبا 10 برابر افزایش بدم از طریق هم ربات رایگانی که واسهتون گذاشتم که شما ببینید به چه شکل هستش و شما میتونید این سود رو داشته باشید. فقط کافیه که نکاتی که بهتون میگم رو رعایت کنید بچه‌ها. خب یکی دو دست صبر میکنیم که ربات الگوریتم بازی رو بگیره و بعداً بهت میکنیم و نکات رو خدمتتون عرض میکنم. دقت داشته باشید بچه‌ها، ربات امروز رایگان هستش و فایلش داخل کانال تلگرام هست که اونجا میتونید برید و دانلود کنید و نصبش کنید. و اگه بلد نیستی ربات نصب کنید، میتونید اول آموزش نصب ربات رو ببینید و بعداً برید و از ربات استفاده کنید. این از این نکته. بعد دقت داشته باشید بچه‌ها، لینک سایت هایی که ربات روش اوکی هستش و میتونید استفاده کنید رو من زیر فایل ربات ها زیر رضایت ها داخل کانال تلگرام واسهتون همیشه میذارم و اونجا میتونید برید و از ربات ها استفاده کنید و سودتون رو بگیرید. خب دست اول 1.51 ضریب امن هستش و 2.51 ضریب ریسکی که من ترجیح میدم روی ضریب 1.51 بیت کنم که این دست رو یه سود قشنگ گرفتیم و موجودمو داب میکنم که دسته بعدی 20 تومن بکارم که بتونم سود بیشتری بگیرم از بازی. خب ببین بچه، این دسته 1.55 بیت میکنم من روی 1.55 بدون اینکه ریسک کنم. حالا توی دسته بعدی بهتون میگم که چطوری ضریب سبز بگیرید و چه دستهایی میتونید ریسک بیشتری داشته باشید. بچه دقت داشته باشید که سایت هایی که من داخلش بازی میکنم همگی معتبر هستن و از نظر واریز و برداشت هیچ گونه مشکلی ندارن و داخل کانال تلگرام هم کلی ربات رایگان دیگه هم واسهتون گذاشتم. ببین دست الان 2 تا عدد اعشاب من داده که این دستا رو میتونید ضریب سبز بگیرید. مثل این دستی که من بیت میکنم شما میتونید ضریب سبز بگیرید و روی 2 سعی کنید زیاد ریسک نکنید، بکشید بیرون. من 3 تا دست بیت کردم، تقریبا موجودیم 3-4 برابر شده و از 10 تومن تا حدود 30-40 تومن رفته. حالا میریم بالاتر و بعد اینکه 10 برابر شد میایم بیرون که سایت شک نکنه که ما ربات داریم. این نکته خیلی مهمه و متاسفانه خیلی از بچه‌ها اینو دقت نمی‌کنن و خیلی خوب میرن بالا و بعدا میگن باخت دادیم و دلیلش همینه که براتون توضیح دادم. سعی کنید وقتی که موجودتون چندین برابر شد بیاید و دوباره برید توی بازی. خب دست هایی که زیر 1.10 میگه به هیچ عنوان بیت نکنید و فقط دست هایی که بالای 1.10 هستش میتونید بیت کنید بچه ها. و همچنین بچه دقت داشته باشه واسه خرید ربات اختصاصی فقط به آیدی خودم داخل کانال تلگرام پیام بدید. اونجا تنها راه ارتباطی بنده هستش. داخل اینستا و یوتیوب و سایر پلتفرم ها هیچ گونه ارتباطی با سایر افراد ندارم و کل کارهای ربات ها و پشتیبانی از طریق خودم انجام میشه. ببینید دستو من یکم ریسکی بازی میکنم. ببینیم روی همون 4.62 که گفته من بیت میکنم و یه ریسکی اینجا انجام میدم و تقریبا اون سودی که لازمه رو میگیرم دیگه. 10 تومن تقریبا. الان بهتون نشون میدم این دست بسته بشه، بهتون نشون میدم که چقدر راحت این پول رو 10 برابر کردیم توی این ربات و شما میتونید به همین شکل از ربات سود بگیرید و استفاده کنید. بچه سوال داشتید داخل کانال تلگرام بپرسید، اونجا راهنماییتون میکنم و تنها کانال تلگرامی بنده ببین الان 136 تومن موجودیم رفت بالا و تنها راه ارتباطی بنده @انفجار آندرلاین رایگان 4 هستش. عمدن اومدم که با 10 تومن بازی کنم که شما ببینید وگرنه این اکانت اصلی بنده نیستش. فقط صرفا جهت اینی بود که شما ببینید که خیلی راحت میتونید با
این ربات ها خیلی راحت سود خوبی داشته باشید. امیدوارم که موفق باشید و پرسود. سوالی چیزی بود داخل کانال تلگرام بپرسید و فقط از طریق تلگرام لطفاً پیام بدید، چون سایر پلتفرم ها نمیتونم جا بتونم بدم. تلگرام اونجا پشتیبانیم هستش.